هنوز داره به ریال فکر میکنی؟ تا وقتی ذهنت توی اقتصاد داخلی گیر کرده هیچ وقت به آزادی مالی نمیرسی. من 3 مهارت بهت میگم که با همین گوشی و لپتاپ میتونی ازشون درآمد دلاری بگیری، بدون سرمایه، بدون پارتی و بدون مهاجرت. بذار واقعیت رو بهت بگم. مهارت اول، برنامه‌نویسی. بذار ساده بهت بگم، تو با HTML، CSS و جاوا اسکریپت میتونی وبسایت بسازی. این دقیقا همون چیزیه که الان هم تو ایران و هم خارجش کلی تقاضا داره. چرا دلاری؟ چون سایت هیچ وقت مرز نمیشناسه و هر روز داره پیشرفت میکنه. کارفرما تو دبی، ترکیه یا کانادا میتونه پروژه بده به تو. لازم نیست انگلیسی خفن بلد باشی، فقط همون قدری که بتونی توی پیام نیازش رو بفهمی و بهش جواب بدی. مسئله واقعی چیه؟ اول HTML و CSS رو باید یاد بگیری، بعدش جاوا اسکریپت و بعدش بتونی 2 سایت نمونه برای خودت بسازی. مهارت دوم، تولید محتوای ویدیویی با هوش مصنوعی. دقیقاً چیزی که الان داره توی همین ویدیو می‌بینی و بسیاری از این ویدیوهایی که داره ساخته میشه با AI ساخته شده و کلی کسب و کار توی اینستاگرام و یوتیوب هستن که وقت ساختن ویدیو رو ندارن و اونا پول میدن به کسی که براشون ویدیو، ریلز یا شورت یا تامنیل میسازه. و ابزارهایی هستن مثل کپکات برای ادیت، ابزارهایی برای AI برای تصویر و صدا و کنوا برای تامنیل که هیچ کدوم سخت نیستن، که اینا رو میتونیم یاد بگیریم و بتونیم سریعتر به پول برسیم. از اینجا میتونی شروع کنی که 1. پروفایلت رو بسازی، بعد 3 پروژه کوچیک با قیمت پایین بگیری تا امتیاز بگیری. بعدش آروم آروم وقتی تجربت بیشتر شد و پروژه بیشتر گرفتی، قیمتت رو ببری بالا. همون کاری که من کردم. خلاصش کنم، برنامه‌نویسی، تولید محتوا و فریلنسری، این 3 واقعی ترین مسیرهای دلاری درآمد دلاری هستن برای کسی که سرمایه ندارن. اما یاد باشه هیچ کدوم از اینها یک شبه اتفاق نمیفته. اونی که فقط این ویدیو رو میبینه هیچی نمیشه، اونی که شروع میکنه فرق میکنه. پس اگه میخوای از صفر شروع کنی، سابسکرایب کن، چون اینجا قرار واقعی پول سازی رو یاد بگیری، نه وعده الکی رو.